غربتی‌ها مواد فروش بودن. کوچه غربت قرق جزیره‌ای ها بود. ظاهراً توی آلونک میموندن، اما میگفتن با پول مواد بالا شهر تهران خونه خریدن و اینجا فقط جنسشون آب میکنن. همه ازشون میترسیدن. اسلحه داشتن و نمیشد بری تو کوچهشون یا حتی بهشون چپ نگاه کنی. هر از گاهی خبر میومد که تو جزیره جنازه پیدا شده. اینجا خاک سفیده، محله پرحاشیه‌ای توی حاشیه تهران. توی این ویدیو با ما همراه باشید تا با خاک سفید و سرنوشت جزیره غربتی‌ها بیشتر آشنا بشید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. بعد انقلاب 57 قول آب و برق مجانی داده بودن. بعدم قول دادن که همه مردم رو خونه دار میکنن. راهکارشون چی بود؟ هادی خسروشاهی رئیس بنیاد مسکن اعلام کرد که زمین مال خداست و هر کس زمینی رو آباد کنه صاحبش میشه. بر مبنای همین نظر فقهی بود که بعضیا تو شهرهای مختلف ایران هر جا زمین خالی میدیدن از جنگل و مرتع و بیابون تصرف کردن. حتی بعد معلوم شد بعضی از اینا زمین ملی بوده. بعضی هم بعد انقلاب به امید اینکه میتونن کاری پیدا کنن از روستاها و شهرهای کوچیک راهی شهرهای بزرگی مثل تهران شدن. اما چون کاری پیدا نکردن حاشیه نشین شدن. مثلا مهاجرا از شهرهای مختلف هجوم آوردن توی حاشیه تهران و شروع کردن به تصرف زمین و ساخت و ساز غیر مجاز. میگن اولین ساکنین اینجا غربتی‌ها بودن که کم کم قوم و خویش و آدمای همقواره خودشون رو جذب اینجا کردن. کم کم اسم این محله شد خاک سفید. توی خاک سفید اولا خونه و ساختمونی نبود. آلونک بود. هر کسی یه تیکه زمین رو دورش خط میکشید و شروع میکرد به ساختن. آب و برقی نبود اینجا. جمعیت زیاد میشد و ساخت و ساز هم بیشتر. بدون هیچ نقشه و نظمی هر کسی هر جایی دوستاش خونه میساخت تا اینکه کم کم آلونکا شد ساختمونای یه طبقه و بعد کوچه‌های باریک و خیابونای بدقواره، بد شکل و بی‌هویت. خاک سفید که حالا اسمش شده گلشن، محله‌ای تو شمال شرق تهران و شرق تهران پارسه. محله حاشیه‌ای تهران و جزء منطقه 4 شهرداری. خاک سفیدی‌ها از نظر خودشون همیشه معروف بودن به مرام و معرفت. لاتای شیشتی پوش، دکمه پیرنشون تا بالای سینه باز، کتونی زرنگی پشت مو و چند تا رد تیزی روی صورت و دست حسابی بهشون اعتبار میداد. ناموس و بچه محل از دهنشون نمیافتاد. بچه محل عضوی از خانواده بود. پاش میافتاد برای بچه محل رگ میذاشتن و جون میدادن. چاقو و قمه همیشه دم دستشون بود، چون هر لحظه ممکن بود یه دعوا به پا بشه. اما به چشم بقیه مردم تهران شهرت خاک سفید به خلاف و ناهنجاری‌های اجتماعیش بود. کوچه غربت قلب این بزهکاری‌ها بود. بهش میگفتن جزیره‌ای که خرید و فروش مواد مخدر کمترین خلاف آدماش بود. توی روز روشن مواد می‌خریدن و می‌فروختن. خونه‌هاشون انگار از طریق زیرزمین به هم راه داشت. برای همین گرفتن خلافکارای اینجا برای کلانتری اصلاً راحت نبود. میگن اینجا اگه حتی آدم میمردم کسی خبردار نمیشد، همونجا دفن میشد و تموم. اگه خریدار یا فروشنده بودی میتونستی این برا بچرخی و الا ممکن بود به قیمت جونت تموم بشه. دست فروشا حق نداشتن بیان توی این کوچه. غروب که میشد حتی اهالی بقیه کوچه‌های خاک سفید هم جرئت نداشتن این برا آفتابی باشن. دزدی و زورگیری و خفگیری خلاف عادیشون بود. خیلی وقتا دخترها یا پسرای جوانی که از بالا شهر برای خرید مواد می اومدن کوچه غربتی‌ها ماشین و پول و همه وسایلشون رو میگرفتن و میفرستادنشون پی کارشون. روسپیگری، دادن جا و مکان برای تزریق و مصرف انواع مواد مخدر، دعوای طایفه‌ای و تجمع لات‌ها و اوباش که هر از گاهی روی همغمه میکشیدن و همدیگر رو تا سرحد مرگ کتک میزدن. اگه دعوا میشد زن‌ها بیکار نمیموندن. با چماق و سنگ و آجر میافتادن به جون طرف دعوا. بین ساقی‌ها و فروشنده‌های مواد زنایی بودن که حسابی اسم در کرده بودن، مثل فتزانه یا فرزانه غربتی. این وضع خاک سفید و یه محله شرور و خطرناک کرده بود، حتی برای کسایی که تو کوچه و محله‌های دیگه خاک سفید ساکن بودن. اصلا چرا اسمش شد خاک سفید؟ بعضیا میگن خاک اینجا سفید رنگه، برای همین بهش گفتن خاک سفید.
بعضی‌ها میگن چون برخلاف زمین محله‌های اطرافش خاک خوبی برای کشاورزی نداشت و زمین یه جورایی لمیزره بود، اسمشو گذاشتن خاک سفید. خاک سفید از جنوب به میدون ولفجر، از شمال به میدون رهبر، از غرب به خیابون 137 و از شرق به 35 متری احسان منتهی میشه. بخش مرکزی خاک سفید تپه و سرتپه است. مهمترین خیابونش هم امینه که بازار هم اینجا قرار داره. وسط خاک سفید 493 هکتار و جمعیتش 100,000 نفره. قسمتی از بزرگراه همت هم توی همین محله خاک سفیده. کوچه غربت معروف ترین نقطه خاک سفید بود. نزدیک خیابون امین. شده بود مرکز شرارت، مقر باندای قاچاق مواد مخدر بود. مرد و زن، پیر و جوون، هر کی توی این محله بود تو کار خرید و فروش مواد بود. گفتن اگه غربتی ها رو بیرون کنی محله امن میشه. 5 اسفند ماه سال 1379. توی تاریکی شب ریختن تو کوچه غربت. کوچه رو کامل محاصره کردن. همه خونه ها، اتاقای کوچیک و بزرگ و مغازه و هر چی که بود رو با خاک یکسان کردن. یه برنامه کاملا محرمانه که کسی ازش خبر نداشت. قالیباف فرمانده نیروی انتظامی ایران پشت این داستان بود. میخواستن دیگه هیچ اسمی از کوچه غربت نمونه. یه جور پاکسازی. غربتی ها رو جمع کردن. بعد پاکسازی خاک سفید از اشرار خیلی ها میگفتن پلیس نتونسته کله گنده های مواد فروش رو بازداشت کنه. اونا راه فرار داشتن و فرار کردن. بعضی ها میگن گنده های محل و مواد فروش های اصلی اون شب اونجا نبودن. اگه بودن اجازه نمیدادن پلیس و شهرداری و نیروهای امنیتی خونه و جزیرشون رو خراب کنه. انگار اونا رو به هوای اینکه خاتمی رئیس جمهور میخواد ببیندشون و باهاشون حرف بزنه کشونده بودن بیرون جزیره تا بتونن بدون درگیری و خونریزی کوچه غربت رو خراب کنن. معلوم نیست این روایت درست باشه، ولی واضح بود که اون موقع بیشتر خرده فروشا رو زندانی کردن که یه مدت بعدم آزاد شدن. روز بعدش فقط یه تعداد زن و بچه وسط خرابه ها مونده بودن که جا و پناهی نداشتن. سازمان بهزیستی اولش مسئولیت این زن و بچه ها رو به عهده گرفت، ولی بعد نتونست از پس هزینه ها بر بیاد و همشون رو رها کرد به حال خودشون. مردایی که از زندان آزاد شدن و زن و بچه هایی که بهزیستی ولشون کرد جای ثابتی نداشتن برای زندگی. دیگه جزیره‌ای در کار نبود که بهش پناه ببرن. پخش شدن تو بقیه مناطق حاشیه تهران و همون بساط مواد فروشی رو توی چندین و چند نقطه به پا کردن. یه جزیره شد 10 تا جزیره. بعد تخریب جزیره ساختمون کلانتری 144 جوادیه رو به عنوان نماد قانون توی کوچه غربتی‌ها مستقر کردن. کوچه‌ای که مخوف‌ترین نقطه محله بود. قدیمیای خاک سفید میگن یه زمانی اسم خاک سفید با مواد مخدر و خلاف گره خورده بود. الان هم اوضاع خوب نیست، اما خیلی بهتر از گذشته است. بعد خراب کردن کوچه غربت شهرداری این مجموعه ورزشی رو تو محله خاک سفید ساخت و اسمشو گذاشت گلشن و بعد از اونم اسم محله به همین نام توسط شهرداری تغییر کرد. هنوز خیلی خاک سفید صداش میکنن. عوض کردن اسم و خراب کردن کوچه غربتی ها اثر زیادی نداشت. هنوزم اونجا پاتوق خلافکارا و مواد فروش هست. فقط شاید مثل قدیم خیلی علنی نباشه، اما هست. خیابونای خاک سفید الان منظمتر و متقارن‌تره. خونه ها عوض شدن، اما خیلی ها میگن خاک سفید همون خاک سفید سابقه. هنوز بیشتر ساخت و سازا بدون مجوزن. هنوز خیلی ها خاک سفید رو یه محله ناامن میدونن. اینجا دیگه اون محله کثیف و مخوف قدیم نیست. حالا توش پر شده از مجتمعات تجاری و مسکونی مدرن و چند طبقه. خیابون زهدی عصرها حسابی شلوغ میشه. خونه ها آلونکی نیست. از جزیره و غربتی ها خبری نیست، اما هنوز یه محله ناامن تو چشم خیلی از تهرونی هست. هنوز خیلی ها دوست ندارن اینجا خونه بخرن یا اینجا ساکن بشن. هنوز قاچاقچی ها و مواد فروش ها اینجا جلوم میدن. خاک سفید یه شکست برای مدیران جمهوری اسلامی بود که فکر میکردن با حمله گازنبوری میتونن یه معضل اقتصادی و اجتماعی رو حل کنن. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.